سلام عرض میکنم خدمت همه. بابا نگهداری از سگ به خدا خیلی سخته. کسایی که نمیتونید تو رو خدا نگیرید. ببین شب نصف شب وقتی سگی دارید که باید از یه محوطه بزرگ اینطوری تاریک نگهبانی بده، محافظت کنه، شما هم باید بهش برسید. باران بیا سر، بیا بینم باران. نمیخواد غذای خیلی اونچنانی بهش بدین، نه خیلی غذای ضعیف بخور نمیر. یه جوری باید بهش برسید که 2 روز دیگه اونم در قبال این محبتایی که بهش میکنید برای شما جبران کنه. کسی بیاد، دزدی بیاد، حیوانی بیاد، خدای نکرده بتونه محافظت کنه. به خصوص سگایی که نژاد دار باشن. بیا سرم، ماشاءالله. این بارانه، اسم این سگ از باران. اینو از توله که بود از پدر مادر جدا کرده بودن. کسی که گرفته بود بعد یه مدت، بعد یک ماه خورده ای، حالا به خاطر چه مشکلاتی بوده نمیتونست ازش نگهداری کنه دیگه، در حال مرگ بود. من اینو گرفتم. خدا رو شکر با درمانایی که روش انجام دادیم موفق شدیم که اینو از مرگ نجات بدیم و به زندگی بازگردونیم و خدا رو شکر جواب و محبتاش هم به ما دست داده تا الان. انشالله فیلم های بیشتری براتون میذارم از آموزشش. داره آموزش میبینه برای زنده یابی. الان با خودم آوردم شهرستان. اینجا یه باغ خیلی بزرگ داریم، یه هفته اینجام. انشالله وقتی برگشتم تهران کلیپ های بیشتری براتون میذارم. فعلا شب همگی خوش، زندگی به کام.